برای موفق شدن این 4 اصل رو حتما باید بدونی. اگه این 4 اصل رو رعایت نکنی، هر چقدر هم تلاش کنی، موفقیتت پایدار نیست. اصل اول، شفافیت هدف. اگه ندونی دقیقاً چی میخوای، ذهن تو رو به هیچ کجا نمیرسونه. هدف شفاف مساوی با مسیر روشن. اصل دوم، اقدام مستمر. نه انگیزه لحظه‌ای، نه هیجان. موفقیت مال کسی که هر روز قدم‌های کوچیک برمی‌داره. اصل سوم، کنترل ذهن و باورها. اگه ذهنت پر از ترس و شک باشه، حتی بهترین فرصت رو از دست میده. اصل چهارم، پایبندی اخلاقی و نیت درست. موفقیتی که از مسیر نادرست بیاد، دیروز زود فرو میریزه. کدوم اصل بیشتر باید روی خودت تربیت کنی؟ عددش رو توی کامنت ها برام بنویس. ذخیره‌اش کن که گمش نکنی.